درود همزبانان و همزمانان عزیز. حالا در سرزمین قدیمی و ناتکرار ازبکستان که از قدیم با دوست پروری، برادری و تحمل پذیری شهرت داشته، در فضای صلح و مصالحه نمایندگان بیش از 130 ملت و خلقیت زندگی کرده، بر رشد مملکت سهمی مناسب می‌گذارند. در آن بیش از 16 تشکیلات دینی، 38 جمعیت دوستی و 153 مرکز ملی مدنی آزاد فعالیت دارند. سالهای اخیر در کشور ما به واسطه های اخباری عاموی امکانیت و امتیازهای وسیع فراهم آورده شده است. سال 2023 برای روزنامه آواز تاجیک، برای همکاران ما، برای اداره آواز تاجیک که اونجا بیشتر از 20 نفر مهنت میکنند و قبل مردم گوییم خیلی سال سرحاصل آمد. سرحاصل آمد با کدام معنی؟ و اون معنی که ما از اول سال که قریب 5000 نسخه روزنامه چاپ میکنیم و فکر میکنم خوانندگان ما این را قدر میکند. به توفیل حکومت جمهوری ما با این قدر مقدار میتوانیم گازیت چاپ کنیم. برای همین حالا در اداره‌ای که مهنتکشان آن همه روز در هر شماره زحمت میکشند، خادمان ایجادی آن کار میکنند، خادمان تکنیکی آن که در هر شماره حصه خود را میگذارند، به قدر حال یعنی با تا درجه‌ای که امکان دارد حالا به آن بها داده شد. از جمله من میتونم گویم که برای آزمون بین‌المللی ملی قلم طلایی از ما سعادت بیگنظر و به این مکافات نائل گردید. البته این همه باعث سرفرازی ما، باعث افتخار ما. سعادت بیگنظر و جایزه نامیناسی رغبتمند کنی برای بهترین مقاله های آیدی بند کنی با شغل صاحب گشت. انسان محصول خدمتش، محصول زحمتش را می‌بیند، باز هم خرسند می‌شود، باز هم مسئولیت بسیارتر حس می‌کند. در گرفتن این قلم طلایی خدمت همه ایجادکاران جماعی روزنامه آواز تاجیک نهایت کلان است. بعضی ها فکر میکنند که همه یک متریال می نویسد یا یک مقاله می نویسد روزنامه با همین وای میکنند، لیکن روزنامه من وقتی که من کار با آمدم دانستم که در روزنامه مکتبی مصححی هست، در روزنامه مکتبی تحریر هست، مکتبی ترجمانی هست. نه تنها ایجاد کردن بلکه باید انمی هم یعنی جریان کار را دانستن در کار. باز درباره این مکافات به من غیر چشم داشت بود. من انتظار نبودم که من این مکافات را میگیرم. اپی سعادت پس از ختم مکتب زادگاهش در فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه آموزگاری سمرقند تحصیل گرفته، فعالیت آموزگاریش را در مکتب دهش آغاز نموده است. سعادت یکی از جوان دختران قابلیتناک نه تنها در مکتب بلکه در دیه هم به حساب می رود، چون که وی از سن خردساله به علم آموزش شوق زیاد داشت. گروهی که این صنف همگی 24 نفر بودن، از همدیگر آنقدر فرق زیاد نداشتند در علم آموزی، قریب همش یکسان میخواندن، لیکن نسبت دیگرها سعادت کمی بهتر و خوبتر بود. برای علم آموزی شوق و هوس پیدا کردن به زبان و ادبیات به سعادت محیط عائلوی هم سبب شد. او مکتب میانه را نغز خواند، با بهای اعلا خواند، در بسیار محفل ها، در بسیار جمع آمدها برآمد میکرد، اشتراک میکرد، تشکیل میکرد، کار کرده همه طرفه در یک دهه خردکک خود را رواج داد. عاقبت به اردوی هوس خود رسید. پس از 12 سال آموزگاری از سال 1996 تا سال 2015 در بخش تاجیکی شرکت تلویزیون و رادیوی جمهوری به حیث محرر کلان ایفای وظیفه نموده است. از سال 2015 تا امروز در روزنامه آواز تاجیک همچون خبرنگار و محرر شعبه مکتب و معنویت فعالیت می‌برد. اپی سعادت بیگنظرова یکی از ژورنالیستان با مهارت در مطبوعات تاجیک ازبکستان میباشند.
راستی گپ من بسیار خوشبختم که در روزنامه آواز تاجیک فعالیت داشتم و عیناً با آقای سعادت بیگنظر و همکار بودیم. چون شما با کسی همکاری میکنید، در یک کارخانه کار میکنید، شما بهتر و خوبتر میشناسید. هم در ایجاد هم در عائله یک زنی نمونه هستند که خیلی زیاد مهنت میکنند. راستی گپ اگر من امکان باشد برای بانوان تاجیک، بانوان زیایی تاجیک آقای سعادت را همچون یک نمونه بانوی زیایی معرفی میکردم. معلمه از سال 2021 به عضویت اتحاد ژورنالیستان ازبکستان و سال گذشته به عضویت اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان پذیرفته شده است. اپی سعادت از خردی شوق و هوس معلم شدن را داشتند. ما خردسالان را در گرد صندلی جمع کرده خود نقش معلم را می‌باختند و ما همچون شاگرد به آن کس اطاعت می‌کردیم. من همان شوق و هوس بچگی دانش اعلای مکتبخانه سبب شد که بعد از ختم مکتب با دستگیری پدرم و خواهش مادرم آن کس به دانشکده آموزگاری شهر سمرقند داخل شدند و به نام پرشرف معلمی صاحب گردیدند. مجموعه مقاله‌های پوبلیسیستی، حکایه و ترجمه‌هایش در مطبوعات دوری روی چاپ را دیدند. ارمغان نخستین کتاب الاهیده معلمه می باشد. سالهای زیاد من آرزو می کردم که کتابی مؤلفیم چاپ گردد. وقتی که در شرکت تلویزیون و رادیو جمهوری کار می کردم، از همان متریال های خود را کم کم جمع کرده آمدم و وقتی که به روزنامه آواز تاجیک گذاشتم در اینجا دوام دادم. حکایه های من خیلی که پیشتر گفته گذاشتیم بسیارتر از حیات ماماها، مادران، بسیارتر از حیات ماها گرفتگی. من پدرم آموزگار بودم، بنابراین همین کتاب دوست و کتابخوان شدنی من اولو از پدرم من میدانم. وقتی که خانه در آمده کتاب های پدرم را تازه می کردم، چشمم به کتاب های بیدیل، حافظ، سعدی، کلاسیکان بزرگی فارس تاجیک می افتید. آنها را البته ورق می زدم. کتاب چشمه زندگی، از همان خردی کتاب برای من مقدس شده آمده که هر یک کتاب را چون گوهر که چشم نگاه می داشتیم. در قصه و حکایه ها از حیات مردم دیهات و شهر چون گوهرک چشم نگاه داشتن قدریت و ارزش های ملی، انسان دوستی و مهمان نوازی، مهر و عاقبت، تربیت فرزند، مقدسی عائله و دیگر خصلت های انسان ها نمونه ها جای دارد. مادرم آفتاب سر مایند. بعد وفات پدرم بار وزمینه زندگی به گردن مادرم افتید. پدرم نیز فرهنگ دوست و معرفت پرور بودند. در تلویزیون جمهوری روزنامه آواز تاجیک فعالیت بردند. پدرم مهمان دوست بودند. شناس و ناشناس را این اما کرد، این تقاید گفته به خانه می آوردند. پدرم آواز فارم داشتند. و مادرم ما عمری دراز، صحت سلامتی می خواهیم. ما با مادرم فخر می کنیم. خوشروی تره از تو، خوشبوی تره از تو، دلجوی تره از تو، در دنیا ندیدم من. ای مادری جان مادر، دلسوز تره از تو، غمخوار تره از تو، مونیز تره از تو، در دنیا ندیدم من. ای مادری جان مادر. مادری مهربان، مامای دعاگوی
همکسب صاحب استعدادمان سعادت بیگ نظر و از جمله انسان‌های نکوکار، نیکنام، نیکخو می باشد که ما همه با او افتخار داریم. شکری همین زمانه تنجی، زمانه آسودگی، زمانه فراوانی میکنم. همچون مادری 5 دختر میخواهم عائله هر یک دخترم و هر یک فرزندم و تنج و آسوده گردد. چخیلی که شاعر پیمان میگویند به هر یک صبح و شام و بخش ما شکرانه باید گفت. به هر یک روز و شب داد خدا شکرانه باید گفت. به هر بسم الله و آمین سزد الحمد حق، یعنی به هر یک ابتدا و انتها شکرانه باید گفت. به هر آنی که گردد مادری آن دیگر پیمان، به هر عهدی که زاید عهدها شکرانه باید گفت. ayyor bezan doira mayda bezan doira ayyor bezan doira mayda bezan doira mayda bezan doira ayyor bezan doira mayda bezan doira ayyor bezan doira ayyor bezan doira mayda bezan doira mayda bezan doira ayyor bezan doira ey dar dil nadarum gila سبزنا میانه دشت زیرا ایار بزن دایره ایار بزن دایره مایده بزن دایره مایده بزن دایره ایار بزن دایره آه میزنه به ستار نوای دل به تکرار هر دو چشمانش خمار ایار بزن دایره ایار بزن دایره مایده بزن دایره مایده بزن خسرو سعدالله در روزنامه‌های باختر، خاور و آواز تاجیک ایفای وظیفه کرده است. بعداً به حیث سرمتادیستی مرکزی تعلیم وزارت تعلیم خلق جمهوری ازبکستان فعالیت نشان داد. سال گذشته در نزد اتفاق نویسندگان ازبکستان شورای ادبیات تاجیک تأسیس داده شد و در اول سروری این شورای
ادبیات تاجیک را شاعر و روزنامه‌نگار ورزیده استاد پیمان به ذمه داشتند و با سبب‌های معلوم بنده از ماه ینوری سال جاری این وظیفه را بر دوش گرفتم. انیخترش به ذمه بنده واگذار کردند و این شورای ادبیات تاجیک با چی مشغول می شود و در کدام صحنه‌ها فعالیت می برد. الکی معلوم است که من طی 6 ماه آخر 3 نفر استادان ادبیات تاجیک با عضویت اتفاق نویسندگان ازبکستان پذیرفته شدند و همچنین برای نشر کردن و ترجمه کردن آثار همزبانان و آثار ادیبان ازبک در اینجا سعی و تلاش کرده می شود و باید گفت که با حمایت مالی اتفاق نویسندگان ازبکستان سال گذشته دیوان شاعر پیمان جلد یکم به نشر رسید. این سال هم پیش بینی شده است که آثار ادیبان تاجیک یعنی با نوبت به واسطه با حمایت مالی یعنی سرپرستی اتفاق نویسندگان ازبکستان به نشر رسد و ما میدونیم که سال جاری برای در حیات فرهنگی مملکت ما خیلی سال ماندگار بود، چون که ما این سال در قطار دیگر جشن و جشنواره ها این سال 540 سالگی ظهیرالدین محمد بابور را جشن گرفتیم و معلوم است که اشعار بابور تا امروز به زبان تاجیکی نشر نشده است، یعنی ترجمه نشر شده است و این برای همین خلا را پر کردن، یعنی این تیگا را برای پر کردن ما اشعار بابور را به زبان فارسی تاجیکی ترجمه کرده به نشر آماده کردیم. نصیب آن هم باید که این سال جاری به نشر رود. خسرو تا سال 2019 رساله علمی خود را تحت موضوع تحلیل قیاسی مغز، مضمون و استخوانبندی حکایت‌های مثنوی معنوی حمایه کرده به گرفتن درجه دکتری فلسفه عاید به علم‌های فیلولوژی PhD نایل گردید. چند پیش خسرو سعدالله با چند نفر ایجادکاران به ایران سفر کرد. ما یک گروه اکسپدیسیون علمی یعنی هیئت علمی برای آموزش و تحقیق و آموختن آثار ابن سینا، ابوعلی ابن سینا به ایران یعنی به شهرهای ایران سفر کردیم. از اون در شهرهای تهران، قم، اصفهان و همدان بودیم و در اونجا با آثار ابن سینا، با مقبره ابن سینا، با ترجمه هایی که درباره از آثار ابن سینا به انجام رسیده است و همچنین آثاری که درباره ابن سینا یعنی تحقیقاتی که درباره ابن سینا انجام شده است شناس شدیم و سفر خیلی خاطرمند بود. به این خاطر که ابن سینا هموطن ما، جد بزرگ مردم ما به حساب می رود. قسمت دوم زندگانی خود را یعنی پس از تحصیل کمالات در بخارا و خوارزم به ایران، به شهرهای اصفهان و همدان رفته زندگی میکند و آخر عمرش یعنی در همدان در اصفهان وفات میکنه و برده در همدان یعنی میگذرانند و قبر او امروز زیارتگاه تمام مردم عالم است. باید گفت مناسبت ما با یعنی حکومت ازبکستان با جمهوری اسلامی ایران امروز خیلی خوب می شود، نرم می شود و امید میکنیم که برای ما در امکانیت های زیاد باز می گردد، برای اون که ما فرهنگ مشترک، تمدن مشترک داریم. مثلا ابن سینا این نقطه پیوند ازبکستان و ایران است. بگذار که چنین دوستی و رفاقت و همکاری علمی ادامه یابد و در نتیجه ما با بسیار اثرهای گذشتگان خود، بزرگان خود شناس میشیم. برای مردم خود هم ترجمه هم تهیه کرده چاپ کرده ممکن است. مجموعه های شعری خسرو تحت عنوان های نوای خسروی، لفافه نبض ها و 2 رکعت عشق به نشر رسیدند. هم مؤلف خسرو هم مؤلف کتاب های درسی زبان تاجیکی و ادبیات برای صنف‌های 10،
11 می باشد. خسرو سعدالله فعلا در مرکز تمدن اسلامی ازبکستان فعالیت دارد. البته امروز در ازبکستان برای پاس داشتن حرمت انسان، اعتراف انسان و بلند برداشتن قدر انسان اعتبار عواهد داده می شود. با این منظور من یک شعر در این موضوع می خوانم. جهان را دیگرگون کرد از همت انسان، جهان را دیگرگون کرد از همت انسان، بود بالاتر از هر گنج دنیا قیمت انسان. زیبالا فیض می بارد بروی هر خس و خارش، در آن ملکی که می دارند پاس حرمت انسان. به کشت آدمی باران و نور شید می بخشد، زمین و آسمان گویا بود در خدمت انسان. همدیاران عزیز، بعد روزهای باشمار ما 32مین سالگرد استقلال کشور را جشن میگیریم. از آن سرافرازیم که ما در مملکت آزاد و آباد که برای رشد و نموی عرف و عادت، آیین‌های ملی، زبان و فرهنگ تمام شرایط فراهم آورده شده است برد و باش داریم. جاویدان باد استقلال و دوستی و همبستگی مردم کشور زیبا با نام ازبکستان. خدا حافظ. اطلسی زیبای تو جلوگر و صحنه می‌نگرم سوی تو گشته چو گل‌ها بزیر. اطلسی زیبای تو جلوگر و صحنه می‌نگرم سوی تو گشته چو گل‌ها بزیر. اطلسی زیبای تو اطلسی زیبا ببر دختری صاحب هنر. اطلسی زیبا ببر دختری صاحب هنر. صحنه درخشان ز تو قد و برد گل نظر. صحنه درخشان ز توی قد و برد گل نظر. اطلسی زیبای تو جلوگر و صحنه زیر می‌نگرم سوی تو گشته چو گل‌ها بزیر. اطلسی زیبای تو جلوگر و صحنه زیر می‌نگرم سوی تو گشته چو گل‌ها بزیر. اطلسی زیبای تو قد و قامت بینت رفت و آمد بینت. قد و قامت بینت رفت و آمد بینت. را گشتناش خوشگرام شمس و ماه کبینت. را گشتناش خوشگرام شمس و ماه کبینت. اطلسی زیبای تو جلوگر و صحنه زیر می‌نگرم سوی تو گشته چو گل‌ها بزیر. اطلسی زیبای تو جلوگر و صحنه زیر می‌نگرم سوی تو گشته چو گل‌ها بزیر. اطلسی زیبای تو